حاج کریم دستمالچی به یکی از این رفقای من گفتم میخوام درس بگیریم وسط روزه، میخوام تو کوچه بنی هاشم درس بگیریم، میخوام اینجوری بریم تو روزه. گفتش مجید چند ساعت نشستیم؟ آقا یه ساعتی گرده کردیم. گفت وای یه ساعت گفتش برای حسین زهرا گریه نکردیم. یه 5 دقیقه روزه میگوندن احوالشون به هم میریم. حاج عباس آقای خباس باشی گفتن واقعا میگفتن خانوادش میگفتن آقا جلو روزه نخون، روزه خون اصلا میدید گل از گلش که میشکف هیچی، ولی یه بهونه‌ای پیدا میکرد. یه دستمال کاغذ اینجوری دستش گرفته بود نگردم جور گریه کردم. یه دفعه گفتش که علی اکبر امام حسین رو ببینم البان القا کردم.